دینداری وظیفه چند تا عالم و دعوتگر ساختن، در حالی که هر مسلمان برش مکلف است که دین خود بفهمه، قرآن خود بفهمه، کتاب الله را بخونه خودش. مشکل اساسی ما دعوتگرا همی است که بالای هر چیز و هر کس از آدرس دین انتقاد میکنیم، خب اما اگر کسی در مقابل ما انتقاد کرد انتقاد پذیر نیستیم، حق را قبول نمی کنیم. خود را وارثین پیغمبر گرفتیم، اما سالهای سال بدعت را در جامعه سنت معرفی کردیم. سالهای سال مردم از سنت رسول الله دور کردیم، بدعت برش سنت معرفی کردیم. وقتی که یک شخص پیدا شد اینمی حقایق را بیان کرد، او را یک تاپه میزنیمش، خلاص کی نفر در مذهب ما نیست و در گروه ما نیست، خلاص او را فتوای قتلش میدیم. به عنوان از که وارث انبیا هست، دعوتگران و علما سالهای سال دکانداری جور کردن از دین، سالهای سال مردم را فریب دادن، در چشم مردم خاک پاشیدن، خود را بزرگ جامعه معرفی کردن، مردم از حق دور ساختن، مردم از کتاب الله، از سنت رسول الله دور ساختن. مردم گفتن شما برین کشت بکنین، زمینداری بکنین، چوپانی بکنین، تجارت بکنین، هر کار کنین، قرآن وظیفه ماست، دینداری وظیفه ماست. دینداری وظیفه چند تا عالم و دعوتگر ساختن، در حالی که هر مسلمان برش مکلف است که دین خود بفهمه، قرآن خود بفهمه، کتاب الله را بخونه خودش. آیا وارثین انبیا کسایی هستند که بر رضایت مردم فتوا میتن؟ آیا وارثین انبیا کسایی هستند که دنبال شهرت و شهوت و دنبال دنیا هستند؟ یا نه، وارثین انبیا کسایی هستند که شب و روز دنبال شهادت هستند، شب و روز دنبال رضایت الله هستند، بجز از الله از احد اراز ندارن، نمیترسن، شب و روز دنبال رضایت الله هستند، نه رضایت مردم. اینا وارثین انبیا هستند، نه این کسایی که به خاطر دولت ها فتوا میتن، به خاطر گروهشان فتوا میتن، به خاطر چند روپه که برشان حواله شد از یک طرف فتوا میتن، از او دفاع میکنن. وارثین انبیا کسایی هستند که از حق دفاع میکنن، آنچه که حق است او را همیشه تابع هستند، ولو که به قیمت جانشان رد شود. از همه امورات زندگی خود، از زن و فرزند و فامیل و تمام امورات زندگی خود رد میشن، اما از حقیقت رد نمیشن. فتوا به حق میتن، آنچه که الله و رسولش گفته بیان میکنن، نه این که آنچه که هوا و نفسشان گفت با مردم بیان کنن. ما انتقاد پذیر باشیم، سنت سنت بگوییم، بدعت بدعت بگوییم، شرک شرک بگوییم، کفر کفر بگوییم. و اینجاست که باز جامعه ما و شما واقعا عقیده هایشان درست میشه، واقعا حرکتشان درست میشه، اعمالشان درست میشه، عبادتشان درست میشه.